بریم برای ضبط ویدیو یوتیوب آقا اینجا 1 2 3 3 2 1 3 تا ساوند چک 3 3 2 1 3 تا 3 فاصله که اونا تو صبحونه برگرها نخواه جلوی این همه آدم بگی بابا برو دور شو نه بسی من اینا میکشم دروغ چرا از این شما سیگار نکشید قلیون هم نکشید خیلی بده یعنی اصلا شعار ولی اگه سیگار میکشید اینو جایگزین کنید 90% ضررش کمتره شطرنجی از اینجا برات شطرنجی حالا میگم اون کامپیوترهاش 96 برو منش دیگه برو فیلممون بعد رو بذار من سه دو بیا ریز خوراک این گزارشگرا بچه‌های صدا سیما میان اینجا ملت رو حرف میگن به نظر شما آمریکا اسرائیل اینجوریه آقا من به خدای چی نمیم تو یه چیزی گفت یه موضوع نه ازش پرسید موضوع مصاحبتون چیه؟ گفت مذاکرات و تهران آمریکا ببین از صبح امروز 19 فروردینه دیشب خبر این اومد که ایران آمریکا برای مصاحبه هر جای این شهر بری صحبت خدا شکر دلار آره قیمت یکی دارن راجع دلار صحبت کنن یکی راجع به مذاکرات دیگه اینم حالا اونایی که ایران نیستن اونم دلشون تنگ میشه این وضعیت ما الان اینه ما همش درگیر مذاکره خب بریم چجوری می‌خوای میگم از اون بعد بدیم میریزه دیگه همینجا آره یه دونش کمتر باشه یه دونش با پنیر باشه یه دونش ساده باشه یه اون چیه اون برای چیه اول اونو بذار ایله است با سیب زمینی خیلی هم خوشمزه است بعدی هم بذاریم یه سه تیکه بذار آره اینو بردار یه سه تیکه بذار روم سیم میکسی بذار دو تا روم بذار یه سینه روناشو با هم بذار اوناشو رومشو جدا بیار تورده خب بریم نه خیلی کوتاه شما ببین الان چند هزار تا برگر توی تهران ما داریم شهر مختلف ولی یادت بچه که بودیم برگرهای معمولی این برگرهای علکی با این نون علکی رو چه مزه‌ای میداد من یادم برگر می‌خریدم که راهنمایی بودم فکر کنم اشتباه نکنم 50 تومن بود استادم می‌گفت یا 50 تومن بود یا 30 تومن بود یه دونه همبرگر کامل یک مزه‌ای میداد برگر این شرکتی مثل الان برگر دستساز و گوشت و فلان همش سویا اینا بوده ولی خیلی میچسبه یه جوری شده بریم خب ببین اینو بعد بزن بریم اینو نه نزد نه خودم بریم بریم